به نام خدا در خدمت شما هستیم با آموزش نحوه ثبت ملک در سایت خانه شما. برای اینکه شما بتونید املاک خودتون رو در سایت خانه شما ثبت کنید تا جزئیات ملک و مشخصات خودتون به نمایش در بیاد، نیاز هست که یک ایمیل داشته باشید و با ایمیلتون بتونید در سایت ثبت نام بکنید. به همین نحو بتونید هر ملک رو، مشخصاتشون رو، ویژگی های ملک رو و توضیحات ملک و پل‌های ارتباطی خودتون رو برای مخاطبین به نمایش بدید. این منوط به این است که شما ثبت نام رو انجام داده باشید. برای ثبت نام یک ایمیل ایجاد میکنید یا اگر ایمیلی دارید از این ایمیل استفاده میکنید و گزینه دوم رو میزنید. گزینه دوم و تب دوم شما میتونید ثبت نام رو انجام بدید. وارد تب دوم میشید، نام کاربر و ایمیل رو وارد میکنید تا اکانت شما فعال بشه. نام کاربری رو من انتخاب میکنم. توجه داشته باشید که برای نام کاربری حتما نام مشاور املاک خودتون رو انتخاب کنید تا مسئولین فنی متوجه باشن که کدوم مشاور املاک داره این املاک رو ثبت میکنه. و بعد در قسمت بعد ایمیلتون رو وارد کنید و در قسمت بعد پکیج رو وارد کنید که برای شروع ما 10 مگ در یک ماه را قرار دادیم که برای اطلاعات بیشتر و برای ارتقاء اکانت خودتون به عنوان مثال 1000 مگ در هر مدت زمانی که شما میخواید کافیه که یک تماس با ما بگیرید و ما این اکانت شما رو شارژ کنیم. به عنوان مثلا من 10 مگ در یک ماه رو انتخاب میکنم و ثبت نام رو انجام میدم. بعد اینکه تمام فیلدها رو به درستی وارد کرده باشید، ایمیل برای شما میاد، ایمیل فعال سازی و این ایمیل حاوی یوزرنیم و پسورد شما هست. در این قسمت قبلی که شما ثبت نام رو انجام دادید، یوزرنیم و پسورد رو وارد میکنید. گزینه مرا به خاطر بسپارید رو میزنید تا در دفعات بعدی از شما یوزرنیم و پسورد نخواد. در این قسمت رو برای شما به صورت پیش‌رو برای اولین بار وارد نمایش میده. در این قسمت شما نام مشاور املاکتون رو به فارسی وارد میکنید تا به مخاطبین به صورت فارسی نمایش بده. این جالب نیست که نام مشاور املاک شما رو به صورت انگلیسی نمایش بده. من بخاطر نام مشاور املاک رو وارد میکنم. و در نمایش عمومی نحوه نمایش نام مشاور املاک رو انتخاب میکنم. مشاور املاک فارسی هم بله. این قسمت رو به صورت دلخواهی خواستید پر میکنید و در این قسمت نحوه املاک شما و نحوه اکانت شما رو نمایش میده که تعداد املاک شما چقدر هست. گفتم برای شارژ یا برای بیشتر کردن املاکتون میتونید با ما تماس بگیرید. در اینجا شروع اکانتتون، پایان اکانتتون، میزان کل میزان باقی مانده املاکی که شما خواهید ثبت کرد و غیره رو میتونید در اینجا مشاهده کنید. و در این قسمت اون پسوردی که برای شما انتخاب شده بود از طریق سایت براتون ایمیل شده، خب خیلی به نحو سخت هستش. در همین خاطر شما یک پسورد راحت رو برای خودتون انتخاب میکنید تا در دفعات بعدی با سهولت خاطر بتونید وارد سایت. بعد این دکمه میتونید گزینه تمام املاک رو بزنید. اگر املاکی وارد کرده باشید که انشاءالله در دفعات بعدی وارد میکنید، اینجا به صورت لیست براتون میاد و برای اضافه کردن املاک جدید میتونید این دو گزینه در قسمت متفاوت استفاده کنید. از این قسمت و از این قسمت که جفتش هم شما رو به یک جا راهنمایی میکنه. در این قسمت مهمترین قسمتی که یک ملک داره نوع عنوان اون هستش. نوع عنوان کلا به 3 دسته اصلی تقسیم میشه، به 3 قسمت اصلی تقسیم میشه. قسمت اول نوع واگذاری هست. در این قسمت شما باید عنوان ملکتون رو وارد کنید. باید توجه داشته باشید چون این سایت منطلق و موتور جستجو هستش، هرچه این مطالبی که من عرض میکنم دقیقاً همین رو وارد کنید، ملک شما سریعتر به مخاطبین خواهد رسید و سریعتر به فروش یا به اون نوع واگذاری که میخواید خواهد رسید. و پس اون چیزی که من عرض میکنم خدمتتون رو دقیقاً مو به مو همین رو انجام بدید. برای وارد کردن عنوان به 3 قسمت تقسیم میشه. قسمت اول نوع ملک، قسمت دوم نوع واگذاری و قسمت سوم آدرس ملک هستش. در قسمت اول من نوع واگذاری به عنوان مثال یک آپارتمان فروشی در سالتوگار خیابان سرو غربی هستش رو میخوام وارد کنم. حالا من اینو وارد میکنم شما مشاهده کنید.
بعد همین عنوان رو کپی میکنید، در پیوند یکتا قرار میدید. باید توجه داشته باشید که چون این پیوند یکتا به صورت محدود هست، اگر همین رو شما قبول کنید، سرب غربی احتمال این که به کامل نیفته مثل همین الان هست. برای خاطر کل اسم کلمه خود خیابان رو پاک میکنید تا سرب غربی به صورت کامل بخوره، چون که سرب غربی بیشتر از همه جا توضیح با کلمه خیابان. پس پیوند یک پیونده شد آپارتمان فروشی سعادت آباد سرب غربی. قبول رو میزنید و این مورد تایید قرار میگیره. در این قسمت شما این قسمت مهمی هست، چون که این قسمت دقیقاً همون قسمتی است که میخواد موتورهای یوتیوب نمایش بدن، به همین خاطر اینو دقیقاً همون چیزی که بنده وارد میکنم وارد کنید. کلید واژه، نوع ملک و نوع واگذاری رو وارد میکنید. دقیقاً آپارتمان فروشی. بعد از این یک لیستی براتون میاد که بیشترین جستجو رو براتون میاد که همون اولی رو انتخاب میکنید. با این قسمت کاری نداریم. توضیح داده همون عنوان رو کپی میکنید. در کلمات کلیدی یا متا همون عنوان رو بازم از دوباره پیست میکنید، ولی با این تفاوت که در بین قسمت‌های مهم یک کاما میذارید. برای گذاشتن کاما چون کیبورد شما فارسی است، کافی است که شیفت یو رو بزنید. شیفت یو رو که بزنید کاما رو میزنید. به عنوان مثال کلمات کلیدی بنده آپارتمان فروشی، سعادت آباد و خیابان سرب غربی هستش. به همین میزان این دوتا کاما رو در این قسمت قرار میدید به جای فاصله. و بعد موقعیت رو انتخاب میکنید. به عنوان مثال موقعیت بنده اگر این تهران باشه، با زوم در این محل میتونید انتخاب کنید. اینجا اگر سعادت آباد باشه، اینجا سرب غربی به عنوان مثال در این کوچه هستش. که نیاز نیست اسم کوچه رو در آدرس وارد کنید. و بعد از قرار دادن پونز، کد ارجاع رو وارد میکنید. در این قسمت کد ارجاع رو وارد میکنید که این کد ارجاع همون کدیه که بیننده با این کد میخواد با شما تماس بگیره و بگه کد فلان ملک فلان رو بنده میخوام با شما در رابطه باهاش مثلا صحبت کنم. و بعد این کد ملک رو وارد میکنید. این دو قسمت رو نیاز نیست وارد کنید. به قسمت بعدی میریم. اگر این ملک برای فروشی از گزینه فروشی رو تیک میزنید و اگر که برای رهن یا اجاره هست رو اینو تیک میزنید. به عنوان مثلا ملک من فروشی هستش. در این قسمت قیمت رو وارد میکنید، قیمت کل ملک رو وارد میکنید که 560 میلیون تومان هستش. در این قسمت زیربنای واحد رو وارد میکنید و بعد متراژ زمین رو برای املاکی که زمین یا مستقلات و یا خونه های کلنگی هستن وارد میکنید. در این قسمت تعداد خواب رو وارد میکنید و سن بنا رو، و اگر ملکتون اجاره هست پیشفول و بعدیه رو وارد میکنید و اگر هم فروشی هست اینجا رو هر متر مربع به میزان 8 میلیون تومان وارد میکنید. تعداد کل واحدهای ساختمان رو وارد میکنید، تعداد کل طبقات رو وارد میکنید و واحد در طبقه که هستش رو وارد میکنید. در این قسمت کد ملک دیگه نیازی نیست. توضیحات بیشتر برای اینه که شما اگر ملکتون داره شرط خاصی هست مثل وام یا وام بانکی داره و یا شرط خاصی داره رو وارد میکنید. اگر مغازه از سرقفلی یا اینا رو وارد میکنید. در این قسمت هم تصاویر ملکتون رو وارد میکنید. این قسمت مهمترین قسمت هستش که بتونید مخاطب بگید که این ملک ما چه زیبایی یا چه ویژگی‌های بصری داره. برای این قسمت هم عکساتون رو انتخاب میکنید. مثلا من 3 عکس انتخاب کنم. بعد از اینکه این عکس رو انتخاب میکنید و در سرورهای ما بارگذاری میشه، به شما نمایش داده خواهد شد. حالا به قسمت بعدی بریم تا بعد از بارگذاری قسمت رو مشاهده کنید. در این قسمت میخوایم بگیم که این ملک ما آپارتمان هست یا نوع ملک ما چی هست. همون آپارتمان اجاری و آپارتمان مسکونی رو انتخاب میکنید. در این قسمت موقعیت مکانی رو انتخاب میکنید. با مثلا این ملک بنده در تهران هستش. اگر در شهرستان ها هستش شما یا مشاور کسی در شهرستان هستی، کافیه یک تماس با ما بگیرید و بگید که کلا شهرستان شما به چه مناطقی تقسیم میشه. منطقه‌تون بر اساس شمالت یا بر اساس خیابان یا محله است.
اونا رو به ما اعلام کنید، ما اونها رو در سایت ایجاد کنیم که شما به راحتی بتونید این قسمت رو انتخاب کنید. با مثال ملک من در تهران و در منطقه 2 قرار داره. ویژگی‌هایی که ملک بنده داره، آسانسور داره، آیفون مرکزی، آیفون تصویری، استخر داره، بالکن داره، نمای شرقی هستش، سالن اجتماعات داره، مدار دوربین مسته داره، اون مثلا دوربین و مدار بسته داره، نمای تراورتن داره و بقیه گزینه‌ها رو انتخاب می‌کنید و بعد از این که این گزینه‌ها رو انتخاب کردید دیگه به صورت کامل ملک شما تموم شده. حالا این گالری هم می‌بینید. این گالری چون گالری عکس هستش به نحوی باید ترتیب خاصی داشته باشه که حالا اون ترتیب هر چی که هستش رو میتونید با کلیک کردن و کشیدن این تصاویر این ترتیب رو ایجاد کنید. بعد از وارد تمام این قسمت ها شما گزینه انتشار رو میزنید تا برای مسئولین انتقال پیدا کنه تا اونا بعد از گرفتن ایرادات و تصحیحات مورد نیاز این ملک رو به نام شما در سایت ثبت کنند. حالا این ملک رو بعد از اینکه شما انتشار بدید میتونید پیش نمایش کنید تا ببینید که این ملک به چه صورتی به مخاطبین نمایش داده میشه. اگر هم که مشکلی از لحاظ شما داشت میتونید شما از این قسمت تصحیحات انجام بدید. بله این قیمت هر متر رو وارد کرده، مبلغ خرد، تعداد طبقات و ویژگی‌ها و توضیحات و گالری که برای این متر بنده انتخاب کردن و در این قسمت هم ارتباط با شماره قرار داده که این قسمت مهمترین قسمت هستش که این قسمت وقتی فعال میشه که بعد از تایید مسئولین فنی باشه. پل‌های ارتباطی شما، تلفن هاتون، موبایل هاتون و آدرس و ایمیلتون در این قسمت یادداشت شده. به صورت پیش‌فرض یک ارتباط ایمیلی با شما گرفته میشه که هر مخاطب اگر دوست داشت میتونه از این قسمت استفاده کنه و با شما ارتباط ایمیلی داشته باشه. با تشکر، خدا نگهدار.